سلام بچه، چطوری؟ من فلش هستم و خوش اومدین به یه ویدیو جدید. بچه ها بالاخره گیلد زدیم دیگه، گیلد فلش هم آمد. میتونین راحت بیاین داخل گیلد. در ادامه شرایط رو میگم، همه چی رو بهتون میگم. بچه ها تلگرام منو پاره کردن قسم استاد، واقعا با تلگرام حذف کنم. بچه ها این شرایط رو بهتون بگم. این گیلد ماه من دیروز گیلد رو زدم، الان داره گیلد میشه لول 2. انیمه تیم اسم گیلدمونه. در حال حاضر 1 2 3 4 6 نفر داخل گیلدن. من لیدرم. حالا 2 نفر دیگه هم لیدر دوم میکنم. حالا دیگه انتخاب میکنیم دیگه. کاستومای جایزه دار داریم. هر بویاپس، یعنی هر بویاپسی که میاد قرعه کشی داریم. قرعه کشی بویاپس داریم، کاستوم جایزه دار داریم. الان مثلا این هفته داریم بین فقط این اعضا کسی که بیشترین گلوری رو بزنه یه بویاپس برنده میشه. خودم نیستم، فقط بچه ها هستن. اینا رفیقای خودمن، اینا همه رفیقای خودمن. حالا شرایط رو بهتون میگم چجوری بیاین داخل گیلد و حالا همه اینا دیگه. گیلدم که فعلا 20 نفر کلا ظرفیت داره، حالا بیشترش هم میکنم هر چقدر بیاین. اگه دیدم نه واقعا همتون داریم میاین، نه جم میدم 50 نفرش میکنم. فعلا 14 نفر میتونم بیان دیگه راحت. گیلدوارم که هر شب هست، میتونین راحت بیاین. بچه شرایط من نمیگم سنت باید بالای 13 سال باشه. اینه بعضیا اسم نمیبرم، بعضیا نمیگم، هر سنی بود بازیش خوب باشه بیاد. تستم خودم ازش تست میگیرم، یا حالا من نبودم یکی از بچه ها ازش تست میگیره. من زیاد بازیم خوب نیست، یعنی پرو باشین راحت میتونی منو بزنین، راحت منو زدین که هیچی، راحت میتونین بیاین داخل گیلد. ولی اگه نزدین فقط بتونین از من 5 راند بگیرین، میاین داخل گیلد. یه راست مستقیم میاین داخل گیلد. حتی اگه من بردمتون 8-5، اگه 5 راندم بزنین میاین داخل گیلد. حالا بستگی به خودتون داره. اگه یه پلیر عادی باشین راحت منو هفیچ دیگه میزنین. من اونقدر بازیم خوب نیست، موبایلم. حالا شرایطم میگم دیگه سن به سن ربط نداره. میاین تست میدیم. گروه تلگرامی هم قراره بزنم، حالا بعدا میزنم، یکم گیلد پیشرفت بکنه. گروه تلگرامی هم میزنیم. هر موقع گیلدوار بود بچه ها من دستبندی دارم میکنم، تیم بندی. من خودم اسکواد اصلی دارم. حالا بعضی موقع اگه بچه ها نبودن با شما میام گیلدوار، شما بیاین توی گیلد. هر شب با گیلدوار باید آن باشین دیگه. من دارم اینجا میگم گیلدوار رو همیشه باید آن باشیم که با هم بریم گیلدوار. هفته ای نمیدونم، من زیاد سیستم این ریست گلوری رو نمیدونم. بچه ها اگه شما میدونین زیر کامنت های ویدیو بگین دیگه. من واقعا نمیدونم گلوری ها کی ریست میخوره. ولی هفته ای 3000 تا باید گلوری بزنین. الان مثلا یکی از بچه های گیلمون این، خب دیشب گیلو زدیم، از دیشب تا امروز 1100 تا گلوری زده. یعنی اگه این یه هفته بازی کنه بالای 10,000 تا گلوری میزنه. خیلی بازی میکنه، خیلی هم نه، روزی 3 ساعت بازی میکنه دیگه. همه دیگه الان خیلی هستن روزی 6 ساعت بازی میکنه. یارو 50 تا گلوری نمیتونه بزنه. این توی یه روز راحت اومده 1000 تا گلوری زده. الان هم فعلا یه مسابقه گلوری داریم. بویاپس جدیدی که بچه ها میاد و قرار به کسی که بیشترین گلوری رو بزنه. خودم که شرکت نمی کنم، یعنی مثلا من 2000 تا داشته باشم، بچه ها همه پایین 1000 تا، جایزه به اون بچه ها میرسه، به من نمیرسه. من خودم دارم جایزه رو میدم دیگه، از جیب خودم دارم میدم. فعلا در حال حاضر میرسه به این داداشمون تهبت بوی رفیقمون، میرسه به ایشون امیرعلی. یه بویاپس برنده میشه دیگه. حالا من براش گیف نمی کنم، جمو میزنم. شاید بویاپس نخواست، شاید خواست یه چیز آفر بگیره، شاید خواست یه کار دیگه ای بکنه. آره خلاصه گفتم اینا رو بهتون بگم. کاستوم جایزه دار کلی داریم.
گیلدمون برسه به لول 4 کاستوم اجازه داره پیاپی شروع میشه. اسم گیلدم بچه‌ها نگران نباشین، اسم من گیلدم پیشرفت کنه اسمشو الان فعلا انیمه تیمه، اسمشو میکنیم فلش تیم دیگه. گیلد خودم میشه، خود یوتیوبم، حالا همه چی این گیلد میشه. تگم قراره براش بذارم، تگشم احتمالاً ایتی میشه. حرف اول کلمه های 2 کلمه است دیگه، کلن حرف اولاشونو برمی‌داره میشه تگ ایتی میشه تگ گیلدمون. فعلا تگ گیلد رو اجباری نمی‌کنم بچه‌ها، چون دیگه گیلد معمولی فعلا تگ گیلد نباید داشته باشه طبیعتا. گیلد پیشرفت کرد تگ گیلد میذاریم، حالا به لول 6 رسید اون موقع. آره دیگه خلاصه اینو بهتون بگم. بعد بچه‌ها ما الان همه بچه‌های گیلدمون همینطور که میبینید پروفایل این بنر بچه‌ها، بنر مهم نیست، زیاد مهم نیست، اما آواتار بلولاک دیگه طبیعتا اگه اکانتتون از مثلا 7-8 ماه پیش باشه، قدیمی اگه باشه، آواتار بلولاک رو داره. اما مثلا ایشون نداره، الماس آواتار بلولاک رو نداره چون اکانتش اون موقع نبوده، یعنی توی کلا 4-5-6 ماه اکانتشو اینجوری کرده، اینقدر جم میزنه خرپول. خب اینا هم بهتون گفتم. شرایط رو بچه‌ها بهتون بگم. شما اولین شرایطش اینه که چنل یوتیوب ما رو ساب داشته باشین. چنل تلگرامی که در آینده بهتون میگم، 2 چنل تلگرام قرار بهتون بگم بعدن، فعلا الان نه، اونا رو باید توشون عضو باشین. فعلا الان فقط چنل یوتیوب رو ساب داشته باشین. بعد بیاید داخل، اگه این ویدیو رو باید کامل نگاه کنین، من یه جای ویدیو چیز میذارم، آیدیمو میذارم تو کامنت ها، نمیذارم یه جای ویدیو رندوم آیدیمو میذارم. من الان همین جلوی چشمای خودتون میام اینجا بچه ها نگاه کنین. تمام کسایی که اینجا به من اکسرین دادن رو پاک میکنم جلوی خودتون. اینا الان مال یه هفته است، من یه هفته پیش همه رو پاک کردم، اینقدر زیاد شده. بعدش هم بچه ها هم اگر میخواین بیاین تو گیلد من، توی کامنتاتون اسم اکانت بازیتون حتما بفرستین. اگه داره این کارو میکنین حتما اسم اکانتتون بفرستین من داشته باشم، چون منم فکر میکنم یکی تو بازی به من داده ردش میکنم، بعد از من ناراحت نشین. اسمتون رو برام کامنت بکنین من بدونم. بعد من ادفرندتون رو قبول میکنم، میایم ازتون تست میگیرم. بچه ها تست روالش اینجوریه که یه کاستومه 13 رانده میشه 7 راند، هر کی زودتر به 7 راند برسه. بچه کاستوم هده، الان هم دارم کاستوم جلوی خودتون میزنم، سیو میکنم، پولشو میکنیم بینایت. کاستوم هده، اینا رو همه میذارم. بچه کاستوم وان شاته، یعنی شما حالا حتما نباید از راه نزدیک پلی بدین، از دورم میتونین، ولی مثلا بعضی هستن M10 رو بر میدارن 10 تا تیر که نمیخوره، M10 رو بر میدارن 3-4 تا تیر پشت سر هم میزنن، هد خورد، بعدن آخر بازی میان میگن ما قبول شدیم دیگه 5 راند رو زدیم. نه بچه ها واقعا اینجوری نیست، فقط باید وان پلی بدین، یه تیر با یه تیر یخ. حالا من نمیدونم شما با یخ بازی میکنین یا اینکه بیشتر فریستایل بازی میکنین، سبک بازیتون بدون یخه. من که سبک بازی متوسطه، یعنی وسطه. گانا هم که دیگه همینطور که الان دیدین وودپکر دلول اسویدی هم میذارم، شاید بعضی اسویدی زن باشن. بعد اسپاس هم میذارم، شاید اسپاس بزنید دیگه، اسپاس گانا وان شات حساب میشه و البته با یخ دیگه. و هد و وست لول 2. آره دیگه خلاصه اینو دارم الان همینجا جلوی چشماتون سیو کردم دیگه. دارم بهتون شرایط کاستوم گفتم، شرایط اومدم به گیلدم گفتم. بچه آیدیم همین الان روی صفحه میاد، این آیدی منه. حالا توی کامنت ها هم میذارم، اینجا آیدی من الان میاد، برین آیدیو داخل اینجا دیگه بلدین دیگه طبیعتا، بیا اینجا بزنین بهم اد بدین. فقط خواهش میکنم اسمتون رو توی کامنت ها برای من بنویسین که من
بدونم حداقل شما از ویدیوی من دیدین اومدین کامنت گذاشتین دیگه. خلاصه همین بود، امیدوارم که دیگه همه چی فهمیده باشین دیگه. اسمش چی بود خدایا؟ اسمش یادم رفت بچه، حالا بعدا بهتون میگم. توی یه ویدیوی دیگه قرار اون شمایی که هایلایت تستا رو بذارم که اون ویدیو 14-15 دقیقه است، نمیدونم یه چند روز دیگه میاد، بستگی به شما داره. شما کی میاین تست رو میدین من ویدیوشو بسازم دیگه. هایلایت مثلا 5-6 نفر از شماها میاین با من بازی میکنین، حالا چه شما بزنین چه من بزنم فرقی نمیکنه. البته فقط اون جایی که من زدم رو میذارم، حالا شاید 2-3 جا اون جای خفنی که شما زدی، شما دیگه پلیرین دیگه حتما، اونجا رو میذارم. یه جو هایلایت تور، گیم پلی تور، فقط از تستای شما، یعنی از کاستومای دیگه نمیذارم، فقط از تستای شما اشخاص. آره این دیگه این بود از این ویدیو دیگه، همه چی رو بهتون توضیح دادم. اگرم متوجه نشدین یه بار دیگه بچه بهتون میگم، چنل یوتیوب منو ساب داشته باشین. این ویدیو رو دیگه تا آخر ببینیم بچه، خدای عقب جلو نزنین، بذار بفهمین همه شرایط رو بلد باشین. این دیگه الان دیگه آخرین بار میگم ویدیو رو میبندم. آقا این گیل منه، یه بار دیگه از اول میگم این گیل منه. شرایطش اینه، چنل یوتیوب ما رو ساب داشته باشی، این ویدیو رو تا آخر ببینی، چنل تلگرامی آینده هم دنبال بکنی، توش عضو بشی، بیای تست بدی، حالا دیگه 5 راند رو بزنی یا کلا منو بزنی، به خودتون بستگی داره دیگه، ببینین میزنین یا نه. قبلش یه چند دست پلی بدین دستتون گرم بشه، بعدش بهونه دستم گرم نبود نیاریم بچه ها. البته کاستوم تک به تکه، تست تک به تکه، ولی بعضی موقع هم چی میگن 6x6 هم میذاریم. من فردا میخوام احتمال زیاد فردا یا پس فردا، امروز الان 1 شنبه است، من به احتمال زیاد 3 شنبه 4 شنبه بچه میخوام اولین لایو چنلمون رو بذارم. آره دیگه لایو بشم، توی اون میخوام بچه ها تست 6x6 بگیرم که 2 نفر میتونم بیان، خودم هم شرکت میکنم، 2 نفر حالا میتونم بیان. حالا چجوری؟ یعنی از 2 تا تیم، اونایی که بیشترین کیلو زدن، آره اون 2 نفری که بیشترین کیلو زدن میان داخل گیلد. و بچه اگه ظرفیت گیلدمون خب 20 نفر شد، پر شد، من دیدم بعضیا هستن فقط اومدن داخل گیلد گلوریشون 15 تاه 10 تاه، من الان یه بار دیگه هم بچه بهتون تاکید میکنم شما باید هفته 3000 تا گلوری بزنین دیگه. خلاصه این بود از این ویدیوی ما، خلاصه دیگه خلاصه کردم، همه چی رو زیاد توضیح نمیدم. این بود از این ویدیو، هفته 3000 تا گلوری بزنین راحت تو گیل میمونین. مثلا اونایی هستن که بازی نمیکنن فقط اومدن داخل گیل رو من ببینم بچه کیک میکنم، که اونایی که پلی میدن دوست دارن بیان تو گیل من بیان بازی کنن دیگه. این بود از این ویدیو و تا ویدیوهای دیگه پیس اوت. باش خداحافظ.